امروز میریم سراغ یکی از معروفترین عجایب دنیای باستان و البته شاید یکی از اسرارآمیزتریناشون. میخوایم ببینیم قضیه باغ‌های معلق بابل واقعاً چی بوده. خب، وقتی اسم باغ‌های معلق میاد، اولین تصویری که به ذهنمون میرسه احتمالاً یه همچین چیزیه. یه بهشت سرسبز و طبقه طبقه، یه شاهکار بی‌نظیر از مهندسی و زیبایی که انگار قوانین طبیعت رو به چالش کشیده. ببینید، نویسنده‌های باستان یه تصویر فوق‌العاده زنده از این مکان کشیدن. طوری توصیفش کردن که انگار داری یه واحد سرسبز و جادویی رو وسط یه بیابون خشک و خالی می‌بینی. و پشت این بنای شگفت‌انگیز یه داستان عاشقانه هم هست. میگن پادشاه بخت‌النصر دوم این باغ‌ها رو برای ملکش آمیتیس ساخته که از دوری کوهستان‌های سرسبز وطنش غمگین بوده. خب این یه داستان خیلی قشنگ و رمانتیکه، نه؟ راستش داستانش انقدر خوبه که آدم بهش شک میکنه. اما خب مشکل از همینجا شروع میشه. این داستان قشنگ یه سری ترک‌های اساسی داره. وقتی مورخ‌ها و باستانشناس‌ها واقعاً دست به کار شدن تا این باغ‌ها رو پیدا کنن، انگار به یه بن‌بست خوردن. آخه منطقی نیست، نه؟ برای یه بنای به این معروفی آدم انتظار داره حداقل یه سرنخی، یه چیزی ازش پیدا بشه. ولی انگار که آب شده رفته تو زمین. ببینید، مشکل اصلی اینجاست. توی هیچ کدوم از نوشته‌های خود بابلی‌ها اسمی از این باغ‌ها نیومده. باستانشناس‌ها ده‌ها سال بابل رو زیر و رو کردن ولی هیچی پیدا نکردن. جالبتر این که هیچ کس که واقعاً این باغ‌ها رو دیده باشه در موردش چیزی ننوشته. اونایی هم که نوشتن صدها سال بعد و فقط از روی شنیده‌هاشون تعریف کردن. خلاصه که کل این داستان یه جورایی روی هواست. خب، حالا که روی زمین هیچ مدرک فیزیکی نداریم، تنها جایی که میتونیم دنبال جواب بگردیم خود نوشته‌های باستانیه. بریم ببینیم اونها چی برای گفتن دارن. و اینجا قضیه حتی پیچیده‌تر هم میشه. میدونید، حتی خود این نوشته‌های قدیمی هم با هم اتفاق نظر ندارن که اصلا کی این باغ‌ها رو ساخته. یه عده میگن کار بخت‌النصر، یه عده دیگه میگن کار ملکه سمیرامیس بوده که قرنها قبل از اون زندگی میکرده. یعنی دو تا داستان کاملا متفاوت. و این تایملاین مشکل رو خیلی واضح به ما نشون میده. ببینید، فرض کنیم باغ‌ها حدود 600 سال قبل از میلاد ساخته شدن. اولین کسی که در موردشون نوشته بروسوس 300 سال بعد این کار رو کرده. بقیه هم که دیگه بدتر، 500 600 سال بعد. این مثل اینه که من الان بخوام یه چیزی رو که تو قرون وسطا اتفاق افتاده با جزئیات دقیق تعریف کنم. معلومه که نمیشه به این روایت‌ها 100% اعتماد کرد. یه نکته جالب دیگه هم هست. حتی خود کلمه معلق هم ممکنه یه سوء تفاهم باشه. کلمه یونانی که استفاده شده یعنی کرماستوس لزوماً به معنی آویزون بودن تو هوا نیست. میتونه به معنی پیش آمدن باشه، مثلا مثل یه تراس یا بالکن که طبقه طبقه است. پس شاید اون تصویر جادویی که تو ذهن ماست فقط نتیجه یه ترجمه اشتباه باشه. خب تا اینجا چی داریم؟ هیچ مدرک فیزیکی، روایت‌های ضد و نقیض و نویسنده‌هایی که صدها سال با ماجرا فاصله داشتن. به نظر میاد که پرونده باغ‌های بابل داره بسته میشه، اما همین سوالها و ابهامات باعث شد یه محقق به یه ایده کاملا انقلابی برسه. دکتر استفانی دالی از دانشگاه آکسفورد یه سوال خیلی اساسی مطرح کرد. چی میشه اگه همه ما این همه مدت داشتیم جای اشتباهی رو میگشتیم؟ شاید این باغ‌های معروف اصلاً توی بابل نبودن. و تئوری اون بر اساس یه نکته خیلی مهمه. تحقیقات نشون میده که پادشاه آشور سناخریب بعد از اینکه بابل رو فتح کرد به پایتخت خودش یعنی نینوا لقب بابل جدید رو داد. خب این یعنی چی؟ یعنی ممکنه اون نوشته‌های باستانی که از باغ‌های بابل حرف میزنن در واقع منظورشون شهر نینوا بوده باشه. پس طبق نظریه دکتر دالی داستان اینطوری میشه. سازنده باغ‌ها پادشاه آشور سناخریب بوده، نه بخت‌النصر. مکانش هم شهر نینوا بوده، نه بابل. زمان ساختش هم حدود 1 قرن زودتر از چیزیه که افسانه‌ها میگن. و مهمتر از همه شواهد هم داریم. خود سناخریب توی نوشته‌هاش از یه باغ پلکانی فوق‌العاده حرف میزنه و اسمش رو هم گذاشته شگفتی برای همه مردمان. تازه آشوریا تکنولوژی پیشرفته‌ای برای پمپاژ آب به ارتفاعات بالا داشتن، چیزی که برای یه همچین باغی کاملاً ضروری بوده. خب با همه این حرفا ته این ماجرای کاراگاهی تاریخی به کجا میرسیم؟ بالاخره این باغا وجود داشتن یا نه؟ و اگه داشتن کجا بودن؟
حقیقت اینه که شاید هیچ وقت جواب قطعی رو پیدا نکنیم. از یه طرف شواهد برای وجود باغ‌ها توی نینوا خیلی قویه. از طرف دیگه اون افسانه رمانتیک بابل بیشتر از 2000 ساله که ذهن همه ما رو درگیر خودش کرده. شاید مهمتر از پیدا کردن جواب خود این ماجراست که بهمون نشون میده چطور یه داستان قشنگ و جذاب میتونه با تاریخ قاطی بشه و حتی جای اون رو بگیره. و این ما رو با یه فکر خیلی جالب تنها میذاره. یعنی ممکنه یکی از عجایب هفتگانه دنیای باستان تمام این مدت جلوی چشم ما بوده، ولی ما به خاطر یه اشتباه جغرافیایی ساده داشتیم توی شهر دیگه دنبالش میگشتیم. یه شگفتی که نه در زمان بلکه در ترجمه گم شده.